بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، در درس 18 قسمت اول اسم الحکم الله سبحانه و تعالی را میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معنای اسم الحکم چی معنی؟ اول الحکم که هست، این هم از کلمه حکم گرفته شده هست که ما و شما در صفت الحکیم خواندیم که یکی به معنای منعمه، دوم به معنای قضاوت و داوری میایه. امی کلمه الحکم. خب اینال اسم الحکم الله سبحانه و تعالی را در اسماء و صفات چه قسم میخوانیم؟ تقریبا ما و شما باید در این 3 نکته اساسی را بفهمیم. خب ما و شما فهمیدیم که الحکم از اسماء الله الحسنا هست و دلیلش هم امو آیت قرآن عظیم الشان هست که افغیر الله ابتغی حکما، آیا ما بغیر از الله حکم یا قضاوت کننده یا فیصله کننده یا داور جستجو بکنم؟ پس معنای الحکم چی هست؟ اول الحکم از صفات الله سبحانه و تعالی است، از اسماء و صفات الله هست، یعنی من هو اهل للحکم یحکم بالحق والعدل. پس الحکم او ذات با عظمت است که اهل حکم است، یعنی او یحکم بالحق والعدل، با عدالت و حق این حکم میکنن. علامه ماوردی رحمه الله می فرماید که ان الحکم هو الذي يكون اهلا للحکم فلا يحكم الا بالحق. ذاتی که اهل حکم است و حکم نمیکنه مگر به حق. فصار الحکم من صفات ذاته. علامه قرطبی رحمه الله میگه که لا يستحق التسمیه بحکم الا من يحكم بالحق. میگه ما مستحق نیست که کسی به این صفت توصیف شوه مگر او ذاتی که به حق حکم میکنه، لانها صفت تعظیم فی مدح. چرا میگه این صفت تعظیم در مدح است. خب و امام طبری درباره آیت شریف که فغیر الله ابتغی حکما میگه که ای قل ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای رسول الله که فلیس لی ان اتعدى حکمه و اتجاوزه، یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم بفهمان که ما تجاوز و تعدی از حکم الله نمی کنم، لانه لا حکم اعدل منه، هیچ حکم عادلتر از الله پیدا نمیشه، ولا قائل اصدق منه. پس الله سبحانه و تعالی او ذات است که حکمش به حق است و فیصله و قضاوت و داوری به حق میکنن. دومی که ما و شما در صفت الحکم الله سبحانه و تعالی بفهمیم که و هو الذی یتحاکم الیه الناس باختیارهم و یرضون بحکمه و ینفذونه. او ذات هست که مردم پیش او به دادخواهی میرن به اختیار خود و به حکمش راضی میشن و او را تنفیذ میکنن. علامه محمد حسینی میگه که هو من یتحاکم الناس الیه باختیارهم و یرضون بحکمه و ینفذونه. سوم نقطه که در صفت الحکم الله بفهمیم و هو الذی یقضی بینهم فی الدنیا والآخره، یعنی حکم ذاتی هست که فیصله کننده هست، قضاوت کننده هست بین مردم، بین مخلوقاتش، هم در دنیا و هم در آخرت. لا یجوز لاحد ان یعدل عن حکمه. برای هیچ کسی اجازه نیست که از حکم الله سبحانه و تعالی سرپیچی بکنه. ولا یجوز لاحد ان یحکم مع حکمه، و به هیچ کس اجازه نیست که به امرای حکم الله حکم بکنه، به امرای قضاوت الله قضاوت بکنه. علامه ماوردی رحمه الله چی میگه؟ افغیر الله ابتغی حکما فیه وجهان احدهما معناه هل یجوز لاحد ان یعدل عن حکم الله حتی اعدل عنه. آیا جایز است بر یک شخصی که از حکم الله سرپیچی بکنه و دوری بکنه تا که
حتی عدل منه، تا که از او حکم سرپیچی بکنم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و میگه که آیا برای کس اجازه یک کار است؟ نیست. پس وقتی که نیست، ما بغیر از الله حکم کسی نمیگیریم. و دوم، هل یجوز لاحد ان یحکم مع الله حتی احتکم الیه؟ آیا جایز است برای یک کسی که او حکم بکنه، قضاوت بکنه و فیصله بکنه به همراه حکم الله؟ نیست. کتاب موجبه. پس از این خاطر الله با رسول الله صلی الله علیه و گفت که برای زنا بکن، ما حکم به غیر از الله نمیطلبم. ای بود امو صفت الحکم الله سبحانه و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.